منتظر چی؟ خودکشی وقتی اتفاق میفته که رواندرد از حد تحمل فرد بیشتر بشه. هیچ میدونی خواهرت از وقتی خودتو کشتی دیگه اون آدم ثابت نشد. من اومدم بکشم. من خودتم. حالا رواندرد چیه؟ دردی ناشی از احساس شدید شرم، گناه، تحقیر، تنهایی، هراس، ترس از پیر شدن و اینجور چیزا. خودکشی وقتی اتفاق میفته که رواندرد از حد تحمل فرد بیشتر بشه. امیدوارم این اپیزود اونقدر در واقع تلخ نشه که آدم ها به این چیزا فکر بکنن. از خودت خیلی باید بترسی. خودت قرار خودتو بکشی. میدونی وقتی گرسنه‌ای دیگه هیچ حالیت نیست دیگه. عصبی شدم، نمیدونستم واقعا دارم چیکار میکنم. ببخشید تو رو خدا. بعدم باهات حرف زدم مثلا خیلی اعصابم می‌ریزه وقتی گشتم. دیدین بعضیا خیلی آرامش دارن، خیلی آرومن و خیلی مؤدبن و پشت این چهره آرومشون یک شیطانی می‌بینی. بر علیه من شورش کردند، من زخمی کردند. من خودم را نجات دادم. واسه چی دروغ داری میگی؟ دوست پسر داریم؟ خانم کی گفته؟ دروغ نکن. دروغ نمیگم، داشتم میگفتم دارم. اصلا زنگ زن به پدرت همین چیزا رو جلوی خودش بگو. نه خانم زنگ نزنید. نه دیگه زنگ نزنید تو خود. پینوکیو هر موقع دروغ میگه دماغش دراز میشه. حالا با خودتون فکر کنین که اگه یه روز پینوکیو یه دروغی بگه بعدش بگه الان دماغم دراز میشه، اون وقت دماغش دراز میشه یا همونجوری میمونه؟ حواستو خیلی جمع کن. هر قاتل ترسناکی یه روزی بچه معصوم و بیگناه بوده که اونقدر روش فشار اومده که تبدیل شده اون قاتله دیگه. میدونی چی میگم؟ چرا فکر میکنی که مثلا نفرت از رو دوست داشتن باید باشه؟ میتونه مثلا نسبت به آدم ها حتما باید یه تنفری کاری که مادرم با من کرد. همیشه دوست داشت من موهام کوتاه باشه، همیشه دوست داشت منو مدل موهای من پسرونه باشه، چون پسراش این مدلی مو میزدن و من تا سالها فکر میکردم که پسرم. حالا زیاد تو جسمم نه، ولی به شدت توی رفتارم من یه پسر بودم. من حتی بلد نبودم با یه خانم حرف بزنم. امروز دوباره مطمئن شدم که من چقدر ازت متنفرم. مامان ازت حالم به هم میخوره. دختر تو